نقطه دیگه که من میخوام اینجا صحبت کنم، بالاخره حکومت رحمانوف بعد از این قدر کشمکشی ها پیروز شد تا تحقیر و دست به ناموس زنها و مادرهای ما و شما بزنند و با یک برنامه های پوچ به معنی آنها را زندان میکنند. با طور مثال دادگاه ناحیه اسماعیلی سامانی شهر دوشنبه امروز 7 اپریل شاهده محمد جانو مادر بلاگر شهرزاد و یا عبدالرحمن نالنو را به 6 سال زندان محکوم کرد. پیشتر دادستان و یا عیبدار کننده دولتی برای او از دادگاه 7 سال زندان طلب کرده بود. خود شاهده محمد جانو به حکم دادگاه واکنش نکرد. تنها در پاسخ به سوال دادرس گفت که مضمون حکم برایش فهمو است. وکیل دفاع شاهده محمد جانو میگوید از بالای قرار دادگاه شکایت خواهد برد. در دادگاه شاهده محمد جانو را به آن گناهکار کردند که از عقیده های سازمان های در تاجیکستان ممنوع گروه 24 و نهضت اسلام طرفداری کرده است. دادستان در دادگاه گفت که شاهده محمد جانو در شبکه یوتیوب در زیر نوارهای پسرش عبدالرحمن نالنو و هم در زیر نوارهای شبکه اصلاح شرح‌های ضد ساختار دولتی تاجیکستان نوشته است. خود شاهده محمد جانو در دادگاه گفت که سال گذشته برادرش را از کار در یک قسم نظامی آزاد کردند و نزدیکانش گفتند که برادری او به خاطر حرف‌های پسرش شهرزاد از کار آزاد کرده شده است. شاهده محمد جانو همچنین گفت سال گذشته وقت برادرش نتوانست برای فرزندانش لباس مکتبی بخرد و او این حالت را مشاهده کرده از روی احساس این شرح‌ها را نوشته است. با این وضع شاهده محمد جانو در دادگاه گفت که خود را گناهکار می‌حسابد و از کار کرده‌اش پشیمان است. البته معلوم نیست که او در زیر چه شرایط گناه را به گردن گرفته است. پس از اولین ویدیوی من در شبکه یوتیوب کارمندان уголовный розыск جمهوری تاجیکستان به من تهدید کرده بودند و گفتند که ما تو را از اروپا به تاجیکستان می‌بیاریم و ما تو را گوسود می‌کنیم. مرا به تاجیکستان برده نتوانستند، اما در وعدهشان ایستادند. مادرم را گوسود کردند. هفته گذشته گفتند که مادرم برای میبخشیم همکاری گروه 24، اما امروز معلوم شد که تنها برای دیگر اندیشی مادرم داخل زندان کردند. شاهده محمد جانو روز 3 فوریه امسال به شعبه کارهای داخلی شهر وحدت دعوت شد و همانجا او را بازداشت کردند. مقامات دیرتر او اعلان کردند که محمد جانو به افراطگرایی متهم دانسته می شود، اما نزدیکانش و هم حامیان حقوق میگویند که او را به خاطر تنقیدهای پسرش زندانی کردند، اما مقامات این تنقیدها را رد کردند. شهرزاد محمد جانو و یا بلاگر عبدالرحمن نالنو بارها از عملکرد مقامات تاجیکستان در زمینه ستر و حجاب انتقاد کرده است. مولا رجب یوسفی، نگاره فضل‌الدین، آزادی دوشنبه. خب، زندان کردن شاهده محمد جانو این آخرین اگر یک نقطه هم که در همه تاجیکستان اگر عدالت و عدل و آزادی بیان بود، همون را هم اینها تجاوز کردند. آخرین اگر همین فضای تاجیکستان اگر به مانند یک گلابوس اگر ما نظر بکنیم، اگر هر خود بشه که ما چرخ بزنیم، اگر در یک جای یک کمی اگر یک ذره اگر میدونید که در همونجا عدل و آزادی و عدالت هست، بعد از زندان کردن این مادر با تمام مسئولیت میگیم که اکنون در تاجیکستان نه عدالت است، نه انسانیت است، نه آدمگری است، نه رهبری عادل و سالم و جوانمرد و انسان داریم. پس میتوان گفت اینها از انسان همچون از مادر به دنیا آمدن، اینها از مخلوق دیگر هستند. اینها شاید از کدام کرکدیل هستند، وحشی، از سگ‌های وحشی به دنیا آمدن، از چیز دیگر به دنیا آمدن که یک زن اگر واقعا میگن که شما 2 کامنت در زیر 2 نوار کرده است، اگر به خاطر نوشتن 2 کامنت اگر این زن زندان شود، به خاطر چند میلیون ها سامانی اون جوانی که در جلسه رحمانوف بلند کردی شهباز او را که خودت از دادگاه آزادش کردی، گفتی همین که جوانی وگرنه فلان میکنم زندان میکنم، مگر به خاطر نوشتن 2 تا کامنت که ما میگیم آزادی جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب استقلال، آزادی بیان، انسانیت، فلان بهمدان، این و آن، اگر چنین دعوا داریم، پس ما برای شما یک چند ماده میخونم. ببینید، ماده 1: جمهوری تاجیکستان دولتی صاحب استقرار، صاحب اختیار، دموکراسی،
حقوق دنیوی و یگانه می باشد. تاجیکستان دولت اجتماعی بوده، برای هر یک انسان شرایط زندگی ارزنده و انکشاف آزاد را فراهم می کند. جمهوری تاجیکستان به همین معنی است. انسان حقوق و ماده 5 انسان حقوق و آزادی های آن ارزش عالی می باشد. حیات، قدر، ناموس و دیگر حقوق های فرد انسان دخل ناپذیر است. حقوق و آزادی های انسان و شهروند را دولت اعتراف، رعایت و حفظ می نماید. هر یک حق زندگی را دارد. هیچ کس از حیات محروم کردن نمی تواند، با استثنای حکم سود برای جنایت های مخصوصاً وزبین. دخل ناپذیر شخص را دولت کفالت می دهد. با هیچ کس شکنجه، جزا و مناسبت های غیر انسانی روا دیده نمی شود. مورد آزمایش مجبوری طبی و علمی قرار دادن انسان من است. هر کس کفالت حفظ سودی دارد. هر کس حقوق دارد طلبات نماید. هر کس حقوق دارد طلب نماید که پرونده او را سودی با صلاحیت مستقل و بی‌غرض که طبق قانون تصویر یافته است بررسی نماید. این ماده هایی که میبینید دوستان عزیز در مقامات در پرکاتور گنرالی ذکر شده است، یعنی که در هم پرکاتور یک پاپکاز در همونجا ذکر شده است. جمهوری تاجیکستان دولت دموکراتی میگه. دموکراتی آزادی بیان، یعنی دموکراتی آزادی بیان در اونجا هست. یک نفر برای قبول نداشتن یک رئیس میبره اعتراض میکنه. یک نفر برای خوب بودن یک رئیس میبره احسنش میگه. یک نفر برای ظالم بودن یک وزیر، یک راهبر، یک مقامدار، یک پلیس میبره تنقید میکنه و یک نفر دیگه میبره چیکار میکنه؟ گپ میزنه. اگر این ماده را قبلا شما تهمت کردین که همکاری با گروه 24 داره که هیچ اسناد ندارین و هیچ فکت ندارین، این یک تهمت روی راست بود و بعد از اون نمیدونین چگونه باز شرمنده بشین، آوردین گفتین که این مادر چی است؟ در زیر برآمدهای پسرش و اصلاح پلوس، اصلاح تیوی چیکار کرده است؟ کامنت نوشته است. منطق در کجا است؟ اگر کامنت هم که نوشته است، خب همین قدر ما جامعه بدبخت و همین قدر شما یک حکومت فسادکار و فسادزاده و ظالم و تجاوزکار دارین که حتی یک انسان یک نظر خود در یک رسانه نویسته نمیتونه. همین قدر. برای چاپلوساتون اجازت هست در سایت‌های اجتماعی با برای گپ زنه، فکراشو بیان بکنه، تنقید بکنه، دشنام بکنه. برای اونها اجازت هست حتی در برنامه‌هایی که سودی عالی این حرکت ممنوع کرده در کشور، نماینده های شما، چاپلوسا و طرفدارا و لگنبردارای شما برایشان آزاد است، میبرن فکراشون رو بیان میکنن. ولی برای یک زنی روشن فکر، برای یک مادری که اگر واقعا من در این شک دارم که حکومت یا تصدیق کرده باشه، اگر واقعا شما قبول دارین که خب این جرم کرده است و دو کامنت در جای نوشته است، اگر شما برای دو کامنت یک نفر میبرین 6 سال زندان میکنین، پس رحمانو باید یک عمر زندان شود برای فروختن پارچه زمین و برای خدر قتل و خدر تحقیر و خدر بدنام کردن این ملت. پس راهبریتی که امروز میبینید، پس اون پروکرور و گنرال هایی که میبینید بدون کدام جرم نفرها را لتوکوب میکنن، میبرن زندان میکنن، آیا بار چین و چاق کردین؟ آیا بار حساب کردین که چقدر جرم شما رو انتظار است؟ درست است که یک زن بردین زندان کردین. من قبلا هم گفته بودم در جامعه تاجیکستان که حکومت رحمانوف بعد از این همه قتل و تحقیر و فشار بالای مخالفین دید که موفق نشد، 100% دست میزنه به ناموس زنها. واقعا این پسترین عمل است که یک حکومتدار با این روپرو میشود و در مقابل زن مبارزه میبرد. شما نتونستین در مقابل مخالفای خودتان سالم مبارزه برین. خب مردها را که تحقیر میکردین، دشنام میکردین، زندان میکردین. خب ما میگفتیم رقیب نامرد است، ولی تا این حد رقیب بدبخت و احمق بودن ما نمیدونستیم. تا این حد مرز گذشتن در سطح راهبری کشور، در سطح سود و وزارت و اداره هایی که شما یک زنی بیچاره را به خاطر اگر که ایلا دو کامنت کرده باشه و اگر نکرده است به خاطر آزاد بیانی فرزندش که حق آزادانه رفتار کردن داره، از سن 18 بالا است، وکالت کنستیتوسیونی اون نفر داره، قانون او را حفظ میکنه. قانون ذکرش کرده است که شهروند جمهوری تاجیکستان از سن 18 بالا حقوق آزادانه فعالیت کردن را دارد و هیچ عمل او
نمیشه که در برابر عملهای او پدر، مادر، برادر، زن، همسر و کسی دیگر جواب بده. ولی شما خودتون این قانون را تجاوز کردین. شما میبینید ما را دعوت به قانون و دعوت به صلح و ثبات و دعوت به عدالت و دعوت به اجتماعی و دولت کنستیتوسیونی میکنین. شما خودتون کنستیتوسیتون، قانون اساسیتون را دروش توف کردین، دروش میشتین، دروش نجس کردین. خودتون یک کتاب به ارزش آوردین برای ملت نشان دادین، باز هم دعوای دولت کنستیتوسیونی میکنین. این آخرین جرم است، آخرین ظلم است که یک دیکتاتور در حق ملت میکنه. ما فکر میکنم در هیچ یک کشور دنیا اگر شدیداً دیکتاتورها است با این حد احمق نیستند. با این حد رقیبشون درست میکشن، درست از مخالفاشون تحقیر میکنن، زندان میکنن، ولی با این حد که یک مادری بیگناه را 6 سال قبل اقل یک جرم جریمه شاید به مبلغ 100 سوم 200 سوم فرزند حکومت، فرزند معاون رئیس معاون سروزیر جمهوری اسلامی دولت علی سعیدوف، فرزندای دیگرها آمدن نفرها را کشتند، با ماشینشان زدند، 2 نفر 3 نفر به هلاکت رسید. 150 سوم تا 200 سامان براشون جریمه و آزاد کرده شد، در حالی که این زن، این مادر، این مادری بزرگ هیچ یک نفری را نکشته، از هیچ خسارات به بودجه کشور نآورده است، مال کسی را ندزدیده است، تحقیر در هر کسی نکرده است. اگر کرده است در کامنت نظر خودش در زیر شهر کلام نوار نویس است، ولی اگر نکرده است به خاطر آزاد بیانی فرزندش اونم میبرین زندان. این است عدالت. جامعه ما دیگه تا این حد پس رفته است که من نمیفهم که باز هم بعد از این قدر تحقیرها و بعد از این قدر بدبختی هایی که بالای این ملت هست، یکم نفر باز هم هست از این عائله دفاع بکنم، از این حکومت دفاع بکنم.